سلام دوستای عزیز، سارا هستم. شما را بسیار خوش آمدید میگم به این ویدیو. امیدوارم استمراری هستین، جور صحت سلامت باشین. موضوع ویدیو امروز ما در مورد آموزش یک آهنگ بسیار زیبای پشتو است که ویدیو به انتخاب یکی از دوست ما آماده میشه. کابلتا مویا چیورانشی، کابلتا زما. آهنگ بسیار زیبا که متاسفانه ما در قسمت شعر و کمپوزیشنش هیچ معلومات ندارم. شما اگر میفهمین لطفا دوستای عزیز ما را همچنان در جریان بگذارین. این آهنگ زیبا از خانم نغمه و استاد منگل است که بسیار بسیار آهنگ زیباست. میریم و این آهنگ زیبا را از اف میخوانیم. این آهنگ زیبا در دوریان مود یا سکیل و یا نموتات کافی می باشه که گا و نی ما در اینجا کومل و یا فلت هستن. خب اگر ما دوریان مود یا تات کافی را در روی ارمونیا ببینیم چه رقم شکل داره؟ دوریان مود و میخوایم که یک بار آرو افرو کنم. ساری گما یعنی چی؟ یعنی که این نوتا در این آهنگ استفاده شدن. آهنگ از می اف ماین کورد شروع میشه و آهنگ از ما شروع میشه دوستای عزیز. ساری گما کابل تماویا چورانشی کابل تزمان کابل خزایده بیان رازم او کابل تزمان کابل خزایده بیان رازم. من را یک انگشت کار میکنم. کابل تماویا چورانشی کابل تزمان کابل خزایده بیان رازم او کابل تزمان کابل خزایده بیان رازم. دیگه قسمتش چه بکشتا دید وطن خواست گلونا کابل تزمان کابل خزایده بیان رازم او کابل تزمان کابل خزایده بیان رازم. چه بکشتا دید وطن خواست گلونا کابل تزمان کابل خزایده بیان رازم او کابل تزمان کابل خزایده بیان رازم. آهنگ دوباره لمی اف ماینر کورد استارت میشه. دوستای عزیز اینمی تمام آهنگ است. خود امی آهنگ همچنان انترو و انتلودش است. ریتمی که در این استفاده شده دوستای عزیز امو ریتم اتن است. میریم و در اتن ما را تمرین میکنیم. کابل تماویا چورانشی